الحمدلله برادر اهل اسلام، الحمدلله من امروز خدا خواهد بعد انشاءالله خدا خواهد عید مبارکی ماه شریف رمضان الحمدلله قوم و جمعیت ما با کار ادامه دارند. من در این روز محله خود ما یعنی قطار امروز خدا خواهد در خدمت الهی هستند الحمدلله. من استاد خدا خواهد از شهر تا درست پیش خدا خواهد اومدن و یا اون کارا سر دارن، ما هم یک جا خدا خواهد یاردم کردن همه و انشاءالله خدا خواهد برای آبادی خانه خدا کمری همت بستیم. الله سبحانه و تعالی اولا از ما و شما راضی شدگی باشد. همین برادری که در اینجا خدمت میکنن انشاءالله خدا خواهد الله در عمرش و در رزقش و در کسب و کارش اله برکات عطا نماید. خدا خواهد این مسجد اثرها برای خدا خواهد تمام مسلمانان روی دنیا که از دیگر جا هم خدا خواهد یاردم که رسولیان برای رضای الله سبحانه و تعالی از ویران راضی شدگی باشد. همین مسافری که دارین در داها هستن خداوند انشاءالله سفرهای با برار شدید، صحت بودیان، سلامت با کیسه های پرباری های سرخ که من در یک ماه طاعت عبادت کردیم الله اولا به درگاهش قبول نماید سایبانی آخرت بگردوند و امید میکنیم که خدا خواهد اگر همین رفتی قوم و جمعیتی شیار زمین همین انشاءالله خدا خواهد استاها و همین دعای خدا خواهد مسافرها باشد اندک وقت بلکه خدا خواهد خاطر اما این مسجد خدا خواهد قد خود راست میکند و امید میکنیم که خدا خواهد اگر نموریم زنده باشیم خدا خواهد انشاءالله یعنی در ماه خدا خواهد رمضان در اینجا خدا خواهد انشاءالله تراویح و طاعت عبادت سر میشد دیگه امید داریم اولا الله تکیه به الله میکنیم که الله خودش مددگار میشه خودش یار شد کاری ما شما آسون میشه خدا خواهد. ولی همین از همه قوم و جمعیت ما منتدار هستیم. همه مردمایی که خدا خواهد در یک سازه میگذارن الله بیشتری باشد. باز دیگر خدا خواهد نوارا صحبت ادامه هر روز پاکستان میگیریم انشاءالله هر روز انشاءالله خدا خواهد این ارخیف میشود ابدی خدا خواهد انشاءالله در قلب همه مسلمان همیشه شاد باشین خدا باشین. برای شما هم عزیزان من آمدی کار خدا نگهدار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله من خدا خواهد در مسجد ما کار ادامه دارد. من یک گروه برادرای شیار زمین یک گروه مهمانان از شهر مرکلون انشاءالله شرکت دارد. برادر یک صحبت میکنند که برادرم یک صحبت میکنند رفت کاری ما عثمان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با نام خدای بخشنده مهربان ستایش خدا را که فرمان روای روز جزا است همها از خودت میپرسیم همها از خودت یاری میکنیم. پروردگار مهربان بیادت شکر حمد و ثنا به رسول اکرم که همین خیلی ماهک شریف بزرگ جنبش مانده. من امروز در دهه گلگل شکسته ما بگذار تمام دنیا تنج و امانی شود در قطار خوب دولت های ما وطن های ما خلق های ما ای جمله قشلاق زمینی گلگل شکسته ما الهیم پروردگار فیض و برکت هنیشه خاطر جمعگیری پیغام عطا کنه در قلب هر یک مایان نور ایمان نور اسلام نور قرآن عطا کنه. برادران علی اسلام من ما امروز خوشنودیم خدا محمد یا همچون یک حصه پوشکرگی در این خانه خودت که ما سعی پوشش داریم محله توتی خطار پروردگار در همین جا کار کرگی برادر علی اسلام که در مسافران در اینجا حصه خود را خود دارد ما همچون حصه های آنها را در پیش نزد الله مهربان حمد و ثنا میگوییم. بگذار همه یکاشان اهل و عائله‌شون فرزنداش به سلامت باشد. از پروردگار خدای مهربان بخشاینده میپرسیم که در دور و نزدیک خدای مهربان نصیب کرده من احسان میگفتند خدا خواهد در ماه شریف بزرگ شب‌های قدر روزکای ماه شریف آینده انشاءالله در همین خونه خدا انشاءالله نصیب باشد شادت پیمان میکنیم. الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استرکون زیاد بادر من مهمان خدا خواهد از شهر برگلان هستن و برادرگم بر انشاءالله یعنی سود برمز الاسته کشتی برایتیان شلادیا نقیقه پرو گبره. السلام علیکم و رحمت الله. قریب تا تو که امود بده
Mana biz Farg'onadan kelib mana shu yerda ishlayapmiz. Alloh yo'lida Allohga kelib ishlayapmiz. Mana shu yerda inshaalloh chunki hissasini bo'shayotgan bo'lsa Alloh rozi bo'lsa. Amin. Mana biz hammamiz mana shu yerda ishlab Alloh yo'lida ishlayapmiz. Alhamdulillah. Alloh bu eng baxtli insonlar. Alloh bu har kimga nasib qilmaydi. Çünkü ben sizlerge Allah nasip qilgan ekan, bu ikki dunyoning ajri bor inshaalloh. Bu dunyodan Alloh ajr beradi. Erta qiyomatda har birimiz nomimizni Alloh qasrlar xudo xohlasa jannatda qurib beradi. Chunki biz sizlardan minnatdormiz inshaalloh. Alloh sizlarga, umringizga, rizqlaringizga, xonadonlarga barakot bersin. Bu ham inshaalloh o'sha prezidentning tashabbusi, xodimlarning tashabbusi, din xodimlari tashabbusi bilan shu ishlar bo'lyapti inshaalloh. Umid qilamizki, yaqin kunlarda xudo xohlasa bu ish yana rivojlanib, mana shu masjidlarda yillar ibodat qiladigan umidimiz. Sizlarga ham tashabbur. Alloh